الو. آره خوشگل اومدیم نشستیم اینجا. حالا اسکان بده جایی که اومدیم خدا شکر. ولی ابروی دیگه فکرشو نمی‌کردم. آره دستش درد نکنه با خستگی. مامایران داره الان این غذا درست می‌کنه دمش گرم. عزیزم یه دقیقه صبر کن. الان ساعت 3 شب ایران. میلاد داره زنگ می‌زنه. صبر کن. میگیرمت الان. جانم میلاد. الو چرا بیداری؟ الو. میلاد چی میگی بابا؟ چطور چیه؟ نه کجا رو؟ من میگه ایرانو زدن میلادمونه. میگه ایرانو زدن. ایرانو میگه زدن داداشم پشت خطه. چه جوری اینا به کی دارن میگن؟ میلادمونه میگه ایرانو زدن. باش میلاد من نگاه میکنم خبر چی داری؟ ایرانو زدن. چی میگه این؟ نه تلفن خورد به خدا تلفن میلاد بگیر خبر رو ببین یه دقیقه خبر بچه‌ها نگاه کنید نگو دوباره کی زده؟ آقا زدن؟ یعنی چی؟ فقط آمار خانواده‌تون رو بگید ساین بچه یه دقیقه آروم باشید ایوان میدونستم میزنش دمش کرد باش بالاخره که باید کی میگه چی زنگ بزنه ایران سوتت خوبی عزیزم؟ چی شده؟ خوبه ایرانو زدن؟ اینجوری نمیشه خوبی؟ ببین این ساختمونا بود رو به رو خب؟ آره یادت اونو زدن من فکر کنم چرا؟ که بهت میگفتم خونه چیه؟ خونه داره میگه نقطه زنی کرده نمیدونم وای تو حالت خوبه مامان خوبه؟ زنگ بزن داخلی آمار بگیرن خانواده‌تون اگر اینترنت رو قطع نکنی آمار از خانواده‌تون بگیرن ای والله گوشی من کو ای والله اسکل خب باید خوشحال باشی آره دیگه برای چی باید خوشحال باشی؟ این بده مگه دنبال همین نبودی الان مامان بابای تو که تو ایرانه خوشحال هستی میگه نقطه زنی زده یعنی اون خونه بغل دستی نداره پایینی نداره بالایی نداره اونا ننه بابای مردم نیستن بابا خب الان باید بیام بیرون دیگه الان تایمشه آمار خانواده‌تون رو بگیریم دنبال چی آقا تو دنبال چی هستی؟ الان دفعه آمار بگیریم جواب نمیدن بچه‌ها باقری رو زد کدام باقری؟ اتوبان؟ آره اتوبان باقری؟ اتوبان باقری سرهنگ باقری شهردار باقری؟ بیا داره کسایی که ما این همه خودمونو کشیم تو اون خیابونا مگه ما میتونستیم اینا رو بکشیم چرا ناراحت باشی؟ آره یه اون همه دنبال همین موقعیت بودیم دیگه ما چرا همه چیزی با سنگ می‌جنگیدیم علی اینا الان که زده چرا نمیان بیرون دلتون خوشحال برنشستید میگید لنگش کن یعنی چی الان چه حرفی میزنی الان وقتی این حرفاست نمیتونم مامان بگم هیچ کس جواب نمیده بقیه چی؟ مردم عادی هم اونجا بقیه چی؟ مگه ما پدر مادر نداریم اونجا اون موقعی که این روسری و سرت میکردی بعد به این فکر میکردی بچه ها دارن نقطه زنی میکنن به خدا نگران نباش مورد اصابت قرار میدن نباش عزیزم بابا من مطمئنم اسرائیل نقطه زنی ساختمون هم هستن همشون جزء جمهوری اسلامی هم میزنن مطمئن باشید حالا مثلا جنگ نشده بود ما اینترنت داشتیم همه چی اوکی بود شما 24 ساعت زنگ میزد ایران به سادگی تهرانو زدن یعنی چی یعنی چی تو نمیفهمی راست میگه دیگه یعنی چی وضعیت بپریم به هم درست میشه همه چی آخه تو مگه تهران میدونی چیه الو الو آخر آدم که داره میمیره جنگ که هست خشونت که آره تهران میگی 2000 نفر آدمو میکشتن چی اون موقعی که کیان پیرفلکو کشتن چی سر چی الان بابا الان باید خوشحال باشید همه که بابا الان همه دنبال همین بودن من که خوشحالم دمشون گرم بایدم خوشحال باشی اگه تو خوشحال نباشی کی خوشحال بشه چطوری میتونین از مردن آدم خوشحال باشین آدم میگه داره میگه نقطه زنی بوده یه حرفی نمیزن تو اصلا دیگه تو نمیدونی تو تمام عمر تو اینجا بزرگ شدی شما فقط ایرانی؟ نه ولی تو نمیفهمی که الان مردم تو چه موقعیتی هستن چی دلشون میخواد تمام این کسایی که دارن میمیرن کسایی که 1000 نفر رو کشتن
باشه ولی یه دقیقه وایسید، ما الان اول باید ببینیم اونجا چه خبره، بعد بشینیم راجع به این مسخره بازی بس کنیم. آبرومون رفت جلو یکی. تلفن نمیگیره، تلفن نمیگیره. که اصلا فارسی نمیفهمه. چه بابا استرس رو که میفهمه. خب چیکار کنیم؟ خب الان باید یه دقیقه وایسیم فکر کنیم ببینیم چه کار بکنیم، راجع به صحبت کنیم. بچه مسلمون میبینی فرهنگ این هیچ کی به فکر خودش نیست، همه به فکر هم دیگن. حالا از اسلام دم بزن. چیکارش دارید؟ هر کی میتونه دین خودشو داشته باشه مازیار. باشه چه مگه غیر از اینا میگه مازیار؟ 10 سال جنگیدین اینا رو بیرون کنین، یکی داره باعث و بانیش میشه، الان همه داریم به هم میپریم. باریکلا باریکلا. خوب کرد. ما زورمون نمیرسید بهشون. مردم کی میتونستن یه فرمانده رو بزنن که تماما همه دورش رو گرفتن؟ کی میتونستن یه جای نیروگاه اصلی رو بزنن؟ کی میتونستن که مگه نرفتیم؟ حالا بگین خانواده‌هاتون رو ببینیم تو چه حالیه. هیچ کس جواب نمیده. بیا بازم این بود الان این چشم کجا داده از دست؟ کی داده از دست؟ کی باعثش شده؟ شباهت من 1000 نفر هستن، 1000 خورده خودشون میگن، 500 نفر تخلیه، از اون ور آسیب دیده هایی هستن که خودشون اصلا معرفی نکن، کشته هایی هستن که هنوز معرفی نکن. حرف الکی نزن دیگه، با کسی بحث الکی نکن. همه ما یه هدفی داریم، نبودن این حکومت. بحث الان اضافی اینجا. خبر چی داره؟ آمار بگیم کجا رو زدن. الان تنها چیزی که هست دارن نقطه زنی میکنن، مردمان ترس دارن. زنگ بزنید آرامش بدید به خانواده‌تون، ولی مطمئن باشید به مردم آسیب نمیرسه. بچه‌ها اینترنت قطعه. منم امیدوارم همین چیزی باشه که تو میگی. واقعا امیدوارم که نقطه زنی بکنه، ولی چه تضمینی هستش؟ الان تایمه. من به نظر من الان تایمه اونیه که سوال الان تایم اونیه که همه پشتش میخوام باشن. بیا بیانیه بده دیگه. همه پشت کی باشن؟ ما نه شاه میخوام نه آخوند میخوام. ما میخوام خودم آقای خودم باشم. ما نه تاج میخوام نه امامه میخوام. الان نوبت این حرفاست. الان نوبت این حرفاست. فقط تجزیه طلب تو کشورمون چی میخواد درست کنه؟ مگه تو اسم ایران میاد شما ایران و تهران میدونید؟ تهران رو زدن ایران رو نزدن. باشه بسه چته؟ مگه همه تو من نمیگی تو مگه تو حالا ایرانی نیستی؟ اون موقع ایرانی نیستی؟ انقدر داد نزنین همه خشونت برامون زیادیه نمیتونم. تو که فقط از اسم ایران و ایرانی فقط یه اسم رود گذاشتن تو به همه داری میپری. من ایرانی نیستم. باشه برو. خب اینم حق داره. چرا اینقدر شلوغش میکنید؟ چرا فقط به هم دیگه میپرید؟ من میگم این همه دارن تلاش میکنن، هزینه میکنن، سایبری این ور اون ور بین هممون دعوا بندازن که بشینن بخندن. خودمون تو خفای خودمون با هم بجنگیم. باریکالله. دقیقاً همینه. اینا دنبال همینه. این همه ما کوروش گوش بده من. برو با زنت وایساده اونجا. برو ما حرف داریم میزنیم. زندگی تو داری تو هلند داری زندگی یعنی چه من ایرانی نیستم؟ چرا؟ میگم ما خودمون میخوایم حرف بزنیم. نبودی تو سیاست تا الان. بچه شما دیوونه شدین الان. آخه این چه بحثی واقعا داریم با هم دیگه می‌کنیم؟ بسه یه ملت داد زدن زن زندگی آزادی. اون موقع کجاها بودی؟ کدومش؟ آفرین. تویی که شال از سر من میکشی. همین الان گفتی زن زندگی آزادی. آزادی من همین شاله. آره من مؤمنم. آره من به خدا اعتقاد دارم، به پیغمبر اعتقاد دارم، ولی به همون امام حسین من طرف اینا نیستم. اینا دارن ظلم میکنن به مردم، به مملکت، ولی فقط پشت اسلام قایم شدن. اسلامی نیست. اسلام هر دو تا اسلامو من ریدم توش. بابا آخه الان چه بحثیه دارین میکنی شماها؟ باشه بس کنی دیگه. شدی؟ باشه دیگه باشه که چی بشه؟ نه باشه که چی بشه؟ باشه که ما بشینم اینجا حقمو نگیرم؟ باشه که ما بشینم اینجا تو چیکار بکنه؟ تو یه نفر رو دوباره بیاری بذاری اونجا برای ما تصمیم بگیره؟ خب کی بیاد؟ آقای خودم باشه حق توه. اینا حق ندارن. اونی که دم میزنه مؤمنه کو؟ منم. خب این حق نداره.
داری از آزادی حرف میزنی دیگه. من معذرت میخوام فرانسیس، ببخشید اشتباه کردم، خطا کردم. اما ما الان چی میخوایم؟ هدفمون چیه؟ آزادی. پاکن اشکاتو. تو هم داری برای خاکت میریزی اشک، اینم برای خاکش میخواد بجنگه، اونم برای خاکش داره میجنگه. آره آزادی. الان هممون پشت یه نفر باید باشیم. شاهزاده بیاد، نمیخواد، خودت میگی بلد نیست، نمیخواد خودش بشینه، میخواد نخبه رو استفاده کنن. تو اون اوین چقدر سیاسی و نخبه خوابیده، نگاه نمی کنیم، فقط خودمون رو میبینیم، حاشیه دورمون. باید با هم دیگه باشیم، باید پشت هم دیگه باشیم. آره باید پشت هم دیگه باشیم دیگه، که دوباره یه آدم دیگه ای که مفت داره میخوره باشه بیاد مفتمون رو ببره. این بنده خدا هم دنبال همونه، داره میگه آقا چرا ما باید بدیم؟ پهلوی چیکار کرده که تو الان باید بکنی؟ واقعا این الان بحث دارین شما میگید؟ بحثی که اتفاق افتاده. الان چی میگی؟ الان دنبال چی هستی؟ الان داستان این وسط هستش، تو این وسط هستش دنیایی که همشون جوونا رفتن زیر خاک، پدر مادرشون نمیدونن کجا، هنوز درگیر هستن. چه بدبختی! لامصب چشم دارن. دل از دست تنهایی به جون، دل از دست تنهایی به جون، زیاه و ناله خود در فغانم شوان تار از درد کل فریاد مغز استخونم عزیزون از غم و درد جدایی به چشمونم نمونده روشنایی، گرفتارم به دام غربت و درد، نیارم همدمی آشنایی، نیارم همدمی آشنایی. نمیدونم دلم دیوونه کیست، اسیر نرگس مستونه کیست. آخ نمیدونم دل سرگشتی کجا میگردد و در خونه یکی نشسته گلان مکف سرده ها شکسته پروانم چون ننانم همه گویم فلان کم کن